خونمور دیگه امی سلما جان گفت که امی زن کاکای میشان یاد دلش نمانه امی دختر بر شما دادم. ام دختر حالا از وقتی که امیر بر شما دادیم دختر قار که رفته خانه خالش. غرور داره غرور تو بلند پروازی میکنه. الله که یک چیز باشه. دختر از خود غرور داره. دختر مام جونه دختر ما کجا پیرس یا خورده است؟ دختر تو یک بی سواد است. خب تو برابر او یک نر سواد داره نرسک. عالم دخترای که آلینکه که جوان شد صلاحیت خود در کس دیگه نمیده. وسط که چم خواره کنیم صلاحیت خود بتنه تو اینه میره باید سنجش میکنی و قربان چم حالا میره من نمیگم خودت بگو من تو اینه مرا قناعت دادی خانه تابات خانه پدر تابات من قوم خیش و همسایه رو چرا قناعت بدم نمیشه هیچ امکان نداره خواره قد جان خاله خود چرا چای آوردی یک بیل زار میوردی که شب میکنی چای چه کنیم نه برای میمونیم تو دختر ما که تو دیوانه شدیم بیخ یک دفعه رای مردم میگیری یک دفعه گوش میگیری صدایش هلو میگه گاو مرد گاو دوشه شکست. توبه خدایا تا که ما بودم نامد ما کیس آمدیم خیسته رفته بر ما اوسما چه کنم کال آمدی 20 دفعه زنگ میزنم رخ نمیکنم خورشید جان جان بگو بیا بچیم که چای جوش آمده چای دم کو چای دم کو بچیم من روز همونجا بودم دمی چند روز با مادر زنگ زدم تلفنش رخ نکرد وقتی که رخ هم کرد که تلبیس میشم بر ما خیسته یک روز بعد روز بعدش آمده آره تو میشه همون روز که وعده کرده بودی همون روز میامدی که من گپ صحیح معلوم میکردم که تا میبودی در مجلس ما میبودم آره چه کنم که رفته بر من دین 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 خیسته رفته بر من خالمت که چیز گفتم میتونم بیبی جان نه چی میخوام ما مادر ما گفتم میتونم نه تو آسیا ملامت نیستی گناهت نیست بچه های مادرت ملامت هست این دخترم ملامت هستم خودم بهتر میکنم بیبی جان حال ما کم روز تلبیسم اونجا دمی چند روز که در خانه بودم دختر گشتنده میگر غشتک نه پاچه با نه خشتک یک روز دمی خانه نبودی دختر هیچ ندیدیش یا نه دیدمشو بچه این دختر ندیدم تو دختر صد به هوا خیلی از که ایران بانی باز فامیلش چیز نگفتید چرا؟ یه قدر وقت؟ نه گفت که رفته خانه فلانی گک رفته خانه خالش رفته و خانه بسمدانی رفته حالا میگم زنگ ده بطل بشه ما خب بخاطر عروس دخترم آمدیم ما خب بخاطر از این آمدیم که ما میمانیم به ازار شوق و سرمان آمدیم کاروس ما رو ببینیم میگه ما رفتیم دیدن عروس رفته سرگیم چیندن عروس درک نداشت هیچ ندیش جانم یک دقیقه ندیش نه بچه نه ندیدم من بازار جوی رفته باشه این قسم بچه شوام که از بازار میره نه روز بازار اول که گفتی ما گفتم خیلی
رفته باشه در برو بازار دخترم و چیز شیعه که کارداد مامورم بیار که پیچکاری مام بیار که پرتو در شیر که ما بخورم که دستم بسیار بازاب است که می افتادیم اتر افتادن کردم بچه ما در سر یخان برفا اتر افتادن کردم که مردم خیلی دست شکست بیچاره مکت ملکه جان گفتم نه اومد به بازار کو نشد لازار ما رو بیبی میلا که رفته پیش آروس بیاده. نه بچه مرکز جای خود داره، آروز جای خود داره، نواسط جای خود داره، داماد جای خود داره، دختر جای ما خود زیاد داره. پشت دق شده بودیم با خاطر یک رقم دلم گرفت ازت. با خدا بچه اینمی دلم پشت دان نمت پشتوری میشد. مگم چی کنم که افتادم اوگار شدم یک کلپیش ده خط گلم خانه حتما آروس ندید دیگه چی؟ آروس هم نامد میگم زنگ دی میگه زنگ زنی میره خانه خالیش است که بلا نگهش نمان بس مدا نگهش نمان زمستان حال دیگه خورشم رفته بودی تنها رفته؟ نه تنها اما دکتر بسیار خدمت مکرد سلامت باشه زنده باشه خیلی ببینم ببینم اما اول همی آروس که میامد دیگه خلاص نه دیدم آروس گفتی دوای تا شیر تا کت گلاس برم دیگه چیز خونه میخوایی نه بچه نه سیز نه دوای ما بیار کم پیچکاری را کتیم شیر بخورم که یه درد مارم شد که هوا سرد بود بخی دست ما بشار لاغ شد کمر ما دوای تا دمی چی ماندی کدبر ماندی؟ دوای تا دا کدبر ماندی؟ بچه در جیب چپنم است سی اونو جا چپن ما بند کردم در جیبش از در پیچکاری آمد شیر آمستک سی خب شد کتی خود آورده بودم اینه یکیشان درک نداره دختر عروس رفته داماد بچم کجا رفتن پرسانم نکردم که آقایت کجاست کجا رفتن بیبی جانی ایجاب چطور است؟ بچه میگمش که ات اگال است که دیگه ایران بانی بارندگی برباری یخک ات را یخک زده چارخوک کده بچه این بالا شدم درام بریم مادر جان خیر صدقیت شم بده بچه دیدی چه قسم های دلم بکشه بیخی شو تام شو خوام نبرده جگر خونی این زنه دیدی که چقدر ناز نخره که چه گپایی زد بچه من کدام زن کدام بیننگ و بی غیرت نیستم بچه کل چیز خوب میشه خیر چی خوب میشه خاک خوب میشه از این که کارت قپط میکنم خوب است که گفتیم تو همینجا بیشه گفتم چی فایده کردم بچه گپای سخت شش خوشی ندی که مرمی میزد دلم اما قدرت نمیکرد که میگه پاره زد بچه ما هم شنیدم حالا دختر من میگم خدا تبا و برباد کنه که من فروش دانه فروش کردی شرماندی پیش روی کلی که ده یک پیسه ایم کردی خیر مادر جان تو بیشه اینجا یک لقمه بخور که هیچ نان نخوردی همه تو سرم ناز و نوز میکنه گمش که گمش که دیگه دختر کاکای سرم چی حالنده نقصه همیم نباشه حالا فکر ازی باش که یا چی میکنن خیره ایدا باز میبینیم دیگه که آینده چی میشه آینده چی میشه اینی آینده ماست زن کاکایم زنگ نزده نه چه کنم زنگشانه خب خوب است که زنگ نزده همیشه بیشی مادر جان من برم آرزو رو بگم یک لقمه نان بکشه بیاره از دی شب خطر که نان نخوردی باز نان مریض میشی جگر خون میشی گوش که خدای تو زندگی تر اولاد به هیچ کس نمیداد که برمه داد کلگی شد دست و نمو همه تا لو همه تا من میگم خدا جان دادم به اسب بسته کنه آرزو چی کردی؟ بگی باش پیش کن که گپا میزنه با خندگکای خودم سرم میکنه خیلی تو باش تو من که تت کار دارم نان بکش ببر که بخورم میفهم از دیشه بیت نان نخورده کم بکش نان مرا خدا خون تر کردی دست تو چشم دادم دخترایم گرفته که باش که دخترای از تیت دانه شوان دختر ما گریختان دیگه تو بچه دلت یخ کرد خوش شدی آورد مادر من هیچ قانع نمیشه بیار نانم بیار حال پشت دو دختر مرا گرفته خیر مادرم دقسیش نباش بگی یک لقمه نان بخور بچه ملک همین نان از این گلونم تا شوه خدا جان من نان بطور بکشم سال نه من میرم دیگه نمیخوری؟ نه تو بیا خودت اینجا بیشه بخورم نه مادر بیا مادر خیره بیشنه شما بخورین بچه با خدا که نان دلم شو ازم گلونم تا نمیشه که یک زار مرد میبود میخوردم نه همین بخیر گریان کرده چشمایت حلقه زده از چشمت بس شو گریان کردی بچه پدرت کجاستم؟ او که ملکه جان رفتن خانه امیم ملکه یک زر مریض بود امیم کدام دکتر لایقه میشناسه پیش از او گفت میبریش
چی کرده بود شابه؟ فکر کنم گردش داریم چند روز زیاد درد میکنه. او دختر او بیچاره خود در روی خود نمیاره. دمی از این گرده خود بیبی جان میره بکنه سر دستم نشد. آه بچه ما میگه توی در دست میگه که من چاقو که خدا بکشم. چاقو داری الا بیبی جان دارم در جیب تو کردی. آه بچه در بازار میرم یکان دانه گکسیب میخرم یکان دانه کنار میخرم وقت هم باشه هم میخرم باز که چاقو تو خود روا خودم میخوری؟ میخورم پوستش میکنم باز در بازار من از کی بگم کابیا در جان یک دانه چاقو داری اینه بچه اینجا پرت شد پرتم در بردوایت. حالا امروز که این که زنگ زن چرا امروز مادرت نامد خب مادر مکرد چی بگه خیر است من چیزی حالا کارش خندیست این مسئله حالا معامله گفتی است که ما این روز حالا اینا رو کرفته چی فایده که یکی گپ میزنه اینو به ایسو آمده بیبی جان تو مادر من گفتی که من این روز میم آه یک لقمه نانم نخوری میفهمی مریض میشی. دیدی که چی گپ زد مرا چی سخنایی زد دیدم خیر مادرم بگی خیر یک لقمه نان بخور. نمیشه که نانم نخوری خو نمیشه. حالا مشکلات میشه مادر جنجالی زندگی یک بلا خاص. دوا میخوری تو بی خیر مادرم یک لقمه نان قربان بچی. مادر نه که جگرخونی میکنی باز موم جگرخون میشم. آرزوام جگرخون میشه. من میخورم تو بخوری بچه بخور تو بخور من میرم مادر جان. دخترم. از شبخانه برم زنگ آمده مجبور برم یک دفعه. از زیر امضا میکنم پس میایم زود کده. برو دخترم یک دلو مخونان بخور سر پیچ مادر در خانه میای که تو میسوزی در میگیری در شب خانه میری کار که نفست تازه میشه بخونان بخور بگی یارو دخترم من یک دلو میخورم میرم سر من وقت است. بخور تو مادر ما میخورم دوا میخوری قسم خونه میشه مادر جان خودت مریض آدم هستی بگی بلا دخترم در پسش هر جایی که رفتم من میگم روزو خود خیر آرزو در قصهش نشخورم بگی نان تو من میرم شبخانه میرم خیر مادر جان وقت میشه برو بچه پس زود کردم میایم. برو دم رایت خوبی دخترم شکر خدا بزکتون مادر جان. خدا میگم کامیاب داشته باشه دخترم دشمنای تا خدا نیست نابود کنه بچه یک پیالگک چای برات بیارم مادر جان نمیشه بچه من تو بخور تو کت من نان بخور که دیگه نمیتونم تنها خورده بگی بگی بچه باش من یک پیالگک چای برات میارم باز میشینم که یک خود سعیز بچه دواگکای تو میارم برات سعیز بچه ای خدا جان روز هوا خوب است یه این خلق نیست هوا خوب است نام خدا کجا میری دکتر صاحب اما سلام اما خوب استی؟ علیکم کجا میری دکتر صاحب ای باز از کجا پیدا شد خدا تو با همه خوب استی حال همه شدم همه چی کاری خانه همه جان نام خدا بکلم زنکه فهمید تو بار خطا واسه چای نان تا نیلا کد بده کم بود در از اینا پاش بلخشه بفته تو بار خطا بود میخوای که از دوان دیش امروز شما چی گفت مرا چی میکنی که شما چی گفت گفتیمش نمیشد پنهان کنیم مام گفتیمش مادر من گفتم قطع بگو از این که از دان یگان تا دیگه خبر میشد خوب بود یگان تا دیگه یعنی از دان ما من جان از دان شما دیگه کس اینجا نیست راست میگی خوب شد که خبرش که اکنال دبت تو رو بگیره دبت اما خود گریخ دیگه نه بند کنین دیگه حالا خورم گریخ نمیتیم خلاصه چی نمیتین و خود مصرف کل دنیا خبر کرد نمیتین این کار آسان است خب او گپای بعد است اما جان زن کاکایم کامد باز خودش گپ میزنه الله زن کاکایت کامد خودش گپ میزنه زن کاکایت بیاید دنیا را سرتان قیامت میکنه قیامت تو خبرداری نداری خیره فعلا خونم میکنم فعلا کمی خبر شدن حقیقت گفت بسیار گپ کلانه زنکه حال یک دفعه بره پاش برسه الله یادم رفته که ببرم خوش که ببرم بس منو پیشت چپ خدا جان دیگه مادر جان ایران بخور بیا دخترم بشی دیگه سیس میرم
بگی مادر جان. دست گرفته نخونی مادر، چرت نزن. چرت دایی میزنم بچه چطور گریانم نبیه. میفهمم مادر دسترخوان اوار میشد 3 خوارکا در گرد مشت نان میخوردیم. همین دسترخوان خانه پدرش هم یادش نمیه. این وضعیت تو رو هم دیده نمیتونم مادر، جگرخون میشیم کل ما. یعنی اگه اولاد همه سخت دل می باشه، اولاد همه طور می باشه، هم بخواستن دختر همه سخت دل می باشه، همین مادر بیچاره ناتوانش یادش نمیه، همین خوراکاش یادش نمیه. یک روز به سر میخوره مادر. چی کنم که در سر بخوره؟ نیست که یک اشتباه کرده باشه پشیمان نشده باشه. در سر بخوره چی کنم که من شرم گفتی اگه تو مرا در شرمای عالم میشه شرم. مادرم یال وام پشیمان شده باشه بگویم روی ندارم به کدام روی پس برم خانه شد. خب اگه من مادر هستم دلم آه سنا داره، خب من میگم روز خوش نبینه. نکن مادر جان جگر خونی. حالا چی که بود خوش شد دیگه، کار دست ما نمیه. تو خودت چی جور کردی؟ طرف رنگ تو دیدی؟ بچیم نظر شدیم بخینیم خانیم نظر شد. یعنی می دخترها گرد پیشم دور میزدم تو مثل شوپرک وره گرد پیشم میگشت. یکی تان ظرف میشتین، یک تان چای تیار میکردین، یک تان سودا از بازار میآوردین. من از هیچ چیز خبر نبودم. خانهشون آتش در میگیره. وقتی یک روز سیر شد چیز دار خود صحیح است. زنگ میزنن میاین و در بین خود جلسه میرن. وقتی جلسه گرفتن تصمیم گرفتن بعد از اون میاین بازیگز این میدان بعد از اون میگیره بعد شره یا دیگه تا بعد میگیره. من میفهمم الا این ننه تو چی خواهد کرد، چه رقم تربیه کردتان تو با آرزو خو نمیگیریش بی از مام نمیگیرم دختر تو مریم چرا؟ خور از تو بگریزه دبت مریم بتون نه خواهر چی باشه فراری خور تو باشه. نام دختر من که با گلاب دان تپش نام دختر من بگی خبر کردیم. فهمیدی خداوند ما را شما نگاه کنه، شما چندان چیز نیستین، چیزی که ننیت از اولادای شما است. هر ننیت بیادرکم داغ شد زنده و مردی خدا گم کرد بخاطر ننیت کرد نه که شما ری نخینه قد داغ قیلا میکرد که اون قد دوخانی هم سر قد دوخانی هم سر میگشت. نه گفتم بخیر صبح بخیر گفتم بیام که اونجا بشینیم گپ بالا کنیم. همین مسئله تویبری رو چند دفعه در گوششان زدم که من تویبری آمدیم. تویبری آمدیم که ما چی کن بیا که مسئله رو خلاص کنیم بخیر. همین نفرک خدا بیاره که دل داماتم هم جمع شد پرد خالیش که بچیم خوب چی پرد شد در پیچکاری نمانم مواد این بچه می قاشق هم ناوردی که شور میده. خیر است میرم دیگه من گفتم که اینم امروز بیا این خیسه بر من شواتیر که در صبحش آمده حرکت که آل که رفته چی گپ میزنه؟ معنی چی گپ میزنه؟ خب خیر دیگه چی بگم باش که آمد بازی گپا رو میزنه. من میرم خیر قاشق چیز برات میارم 300 از آشپزخانه بیبی جان ام قسم نخوری شه. این دخترم رفته خانه میخواد گردادر بی بیچاره دائمی پرچه بیبی دائمی از گرده خود مینالد دائمی حالا بیبی جان از گردیم درد میکنه اینجا درد میکنه. برو خوش کم پیش دکتر رویش که غمش خوردش است یا سر است که ای بیولتی نشم. یعنی چشم زد دخترای مرا خانه مرا چشم زد. بیاد و چشم دیدن ما را کس نداشته که نال دادان کلگی افتاده چی قوم خیلی باشه چی مردم باشه. خیر ای روزا میگذرم مادر. دوای تا بیارم یا از پیش از نان؟ ای بچه می دوا ما نانم دلم نمیشه بخیر. نه مادر بخو یک دلغمه خو بخو کم دوا رو خورده بتونی. قسم خو نمیشه که تو هیچ نان نخوری. دلم دمی زحمت های میسوزه که چقدر زحمت سر ازی کشیدیم، چقدر تکلیف ها رو سر ازی کشیدیم، چقدر نازدانه نگاه میکردم. دستکول میگرفتم میفتمی دستکولم از دخترم خبر نبودم که دستکول بلای جانم میشه. در شرمای عالم میشرمانیم. یاد زحمت ما رو کشیدی مادر. هم پدر شدی با ما هم مادر شدی تا این سن سال ما رو رساندی. هر قدر که برد خوبی کنیم یا هر چی کنیم زحمت های تو رو جبران کردن هم میتونیم. نکو گریان مادر جان. نکو مادر جون صدقه چم گریان نکو قربان اشکای چم.
خدا نکنه بچه نکن. دلم بسیار درد میکنه. یادم اولاد است دیگه. پدر ما خونه قسم رفت یک توره داریم دیگه. ما کی را داریم؟ به کی تکیه کنیم مادر جان؟ تکیه‌گاه ما تو هستی. تو می قسم گریان کنی ما خو مشکنیم تکه تکه میشیم. نکن مادر جان خیره روی خدا رو ببین دیگه گریان نکن. جگر خونی نکن. نمیکنم بچه گریان دیگه نمیکنم. وعده بده دیگه جگر خونی نمیکنی مادر. نمیکنم بچه دیگه جگر خونی نمیکنم گریان نمیکنم. بازم که صد دل سخت کنم اولاد است یاد آدم میفهمم مادر جان میفهمم. از دلت می بگی بخور. بی تو بچه تو بیشی نان تا بخور بیشی. دیگه به زور برد می تو مادر. بیا بیشی بچه دیگه نان تا بخور بیا. بیا بچه نان تا بخور تو. ای خدا. اما سلما رو بکور شم نان نخورد. دلق من نان خورد و دویده رفت سن کار سن دکتری خود. کت ما سوختین در گرفتین بچه. داخل بیادم زار طرف شد خدا نیا مرده شد زندش پیدا شد باید برای من قسم میکنه نیت از بیسایده چی کارا کرده. پدر من مادرم نگریختان بیادرت خودش خراب بود. از موضوعات شما از قوم و خاندان شما بودم تو کار کرد دق ما. کدام خونه زوستی خو؟ نه کدام پدر دق اولاد خودم تو کار میکنه. کدام خونه زوستی باز خو؟ هر چی باشه نام پدر خدا نگیره کم خوبش بگی نام پدر تا گرنگ بگی قسم سبک نگی. کدام سرما درس خوانده اینجا ما ناو میرسونه. نزنید بخزنید خبر بگی ننیت پرسان کو راست شب خدا میفهمیم مادر ما را کلام کرده. کو بگو مادر تو سر پدرم چیکاری که پدر قنبخت زنده مرده خدا مادر بیچاره لطفا فهمیدی این زبان داشت پریاسی و بیادر مرزنده مرده شنید گم کرد فهمیدی یا نه نرسم شد مریم مریم گپ میزنی مادر پدر شده از این بدون دلت است تو جگر خونش کنی خوب راست میگی نه بیادر تو از قوم خاندان شما بود حتما هم تو عادتی بودین دیگه قوم خاندان ما بود تو هم خاندان بیادر مستی دیگه تو باید نام پدرت باید تربیه و ادب از مادر پیدا کردیم نام خدا این تربیه و ادب مادر بود که خودت گریختی بسیار نام خدا مادر خود تربیه میداد بسیار خیر بینه مادر تو تربیه کرد خوراک از فرار کرد گریخ رفت نال تو مگریزی و میفهم خواهد اما خیر دیگه بس کو فهمیدی باش تو دیگه تو مگریزی آخر چی میشه میدان با مادرک شغالی میشه خودش هم یه نپالی یک مردک استاد میگیره دیج دنگ اما آخرین دفعه سر مادرم گپ میزنی فهمیدی این کارت اصلا خوشم نامد گفتم سر ما گپ میزنی سر خورم گپ میزنی اینجا یه خانت کلان است معلوم میشه بدکو آخرین بارت باش سر مادرم گپ میزنی اما این دفعه باز روی لحاظ نمیکنم که همین مستی کلان هستی این دفعه باز که گفتم مخصوص سر مادرم آخرین بارت باشه گپ میزنی صحیح چی شده باز اما آخرین بارت باش سر مادرم گپ میزنی سر ما گپ میزنی سر خورم تمام میکنی گپ خیره ولی سر مادرم ما دیگه اینقدر حوصله ندارم که باز بالای مادرم تو هر گپ بزنی سر کدام گپ میزنه برا مادرم اصلا دیگه گپ زدن نمیتونی اما تو باشه بندکای کلمیش بس کالبری نخریشته کسی هنوزه برو سر تمام کنی میگم برو سر تو خوری نه تمام کرد خوب کرد اصل کار کرده نمیمونن آرام این مادر نیوار آرام میمونن نیمر آرام میمونن یا من سر ما گپ میزنه ترا خدا تو چی هستی و قوانیت دیدی ندیدی یک دفعه اینه طبیعه خدا خوب سعی کن با سر امیت گپ زن آماده این سلمه گمینه دکتر هستم دکتر صاحب دکتر نی خدا من پایم درد میکنه این دختر که یک دفعه نمبره که باش مادر ما یا میخورن که باش من طرفداری مادر مکنم تو یک دفعه درباره ما فکر کردی؟ کمیاب میشینه چی میگه؟ درباره ما چی میگه؟ پیش مردم چی میگه؟ باز رای زینه را یک زره کادم گفته اوگار میشه کل کارخانه میمانه ملکان بیا بچیم زرزر پیش بیا کی اومد مچم آها چه خوبه تاو شده او میکنه بر پار اساسا میخکای را یا او میکنه سلام علیکم پدر جان خوب هستی سلام علیکم ماما جان خوب هستی آمدین بخیر ملکه جان نوردین پدر جان بچه ملکه دیگه یک زرک وادش خوب نبود ماینات شکل شکلیم در شفاخانه بسترش کردن
بستر شد پدر جان. باز امید پشمان بسیار شلگی کرد که برو خیلی تو که خاطر جمع باشه من پیش هستم. من از خاطر تو باشیم به تشویش بودم تنها ماندیم. مادرت هم نگفتم تنها سی دیگه از خاطر. بیبی جان اومد پدر جان رد بدل شده نه. اوه مادر تو چه رفتی ایسا آمد؟ نه چطور است خوب است بیبی جان تو؟ خوب است خب مگم فکر کنم افتیده. اونجا افتیده اینجا نفتیده. اونجا در خانه عروس افتیده دیگه. افتیده بودن بچم. این خبر خب حالا خانه آمده خیلی. خیلی بیا که بریم سلام کو. بیا که بریم بچه. والا. طالب ببین ده افتیدن. گریش باز شده. بیا لالا جان. این دخترم رفت گم شد پشت قاشق. خدا میدونه که خور خونده خود مصروف شد. کجا مصروف شد تو خدا. افتاد کنم تو برام سلام علیکم بیبی جان. بخیر آمدی. بخیر باشین جان بی خود خوب هستی؟ چطور بچه خوب هستی؟ بیش خانه خوردی بیش خوب هست؟ شکر تو خوب هستی؟ چی نه بیبی جان بعد قاشق آوردم در فرقم دیم بچه اول وقت خوردمش رفتی که قاشق گشتی پشت قاشق گم شد نه مزود کرده گرفتم میکنم اونجا یک ساعت از کشیشتیم که برو قاشق بیار که من پیچکاری را شور بتم که گرد شوه که هم پیچکاری را بخورم رفته که تا قاشق بیاره این خیره تکلیفات چطور شد بیبی جان خوب شدین چرا؟ فضل خدا از میگه دوجا افتادی؟ بچه مت یک افتاده نکردم یعنی ببینیم از افتاد جای بریده شد تا بچه خدا نکنه جان بی خود به خاطر از این که بیشوری کل از وا افتادم خیره دیگه خیره که باخ میشه خواهی خیره یا خاک است یا دیگه مشکل نداره خب مفته هر کس مفته دیگه چطور است دستک سال چطور است؟ خوب است؟ از پیش که خوب است سالی نکته گلاس ورداشته میتونم اگر این گلاس حتی نان خوردن نمیتونستم که دست چپیم نان میخوردم من گفتم که رفت دیگه بیبی تموش قرار ماند باز ما به شب شدی بیبی جان دوجه بچه بر زن زنگ زدم که بخی بیا از روز که رفتیم دختر در خانه درک ندارم راستی؟ نبود دختر در خانه اینه او دختر مادرش هم یک مال عرس دختر مبتر که ببینیمش به خاطر از امو آمدیم پدر جان یک جلکه کم ندیش یک دفعه کم هیچ نبوده که نبوده هیچ این نبوده چه قسم میشه؟ خدای مغز سرم چپش بیخی نمیفهمم کتی سر چی کنم بیخی دیوانه شدم سرم دیوانه ایم کرد بیخی این دختر به من در مغز سرم سرطان دستی دختر کشیدم دستی دختر بیخی مغز سرم خراب شد دیوانه شدم بیخی چی کنم این جور نمیشه ای سردردی میکشیم هنوز خواهد نشده ببینیم چی میشه بلا مدرم خیلی من دو اتاقم که منظر رو مکنیم درسته زخم ناسور برم شد مادر؟ بچه نیز بچه همه سرم سخت درد میکنه اگر رقم درد میکنه مشکل وصلی نبیارم مساج بکنم بچه دسترخانه یار جمع کردی بچه زرکارم شدم دسترخانم جمع کردم خوب کردی بچه خوب کردی الله مادر جان بر 100 دفعه گفتم تشویش نکن ساکو خدا چی حالت رسوندی نمیشه قایم بچه بسیار درد میکنم تو میبیخی بچه زخم ناسور شد دیگه گپ خوارد برم الله الله بچه تو درد میکنه نان نمیخوری دوای تا با وقت نمیخوری گریان کده خدا کم از بکشی مادر بچه نان خوردم دوای ما خوردم یک دو لقمه خوردی دیگه زیاد من که خوب نمیشم دیگه چی کنم بچه چی میگن؟ اول چی کار داریم یارا؟ نه چی میگن؟ یارا اذیت میکنی یا باز گپای خود مرا اذیت میکنه اید نر خانه شانه طرفداریشون نکو میگه سنگ در جای خود سنگین است طرفداری نمیکنم من طرفداری از وار نمیکنم پیش روی خودشان چی میکنی که اینجا فقط من گپ میزن و
چرا گپ بزنن؟ گپ بزنن من میفهمی من ملالای نیستم، من شاپیره هستم. فهمیدی نفهمیدی؟ کسر دختر من گپ بزنه من قیچی بیم زبان قرش قیچی کنم. من میشناسی نمیشناسی؟ میشناسم. من خب بیخی نمیفهم دیگه چی کنم. مردانی خود ننیش نبینه که دخترش فرار کرد، دخترش گریخت. حال دیگهش هم مگریزه، دکترش هم جوری خود یک دکتر پیدا کنه نمیشینه یا مگریزه میره مختشن در خانه یک دیگه برکت گریختن افتاد باز دیگهش هم مگریزه با سیکو دیگهش نمگریزه و نمورم بچه تو گریختانده دیگه ایره خب میفهمی دیگه حالی چی قدر خدا در پشت بیادر خود گپ میزنی اونا مرم پشت بیادر خود گپ میزنی او بیادرت است او چوکی داری میکنه که گریختن نک دروغ میگی خیر مادر جان نکن می کاره من خدا خوبی تو میگم در بدیت خو نمیگم من خوشم نمیاد که اینمی تو یک نفر بره پشت سر ما گپ بزنه گپ زد پشت سر من کس نمیتونه مگه من زنده نباشم که کی چی دکتره دکتره پشت ما گپ میزنه چی مکن لقلق مگه من برده باشم سر ما گپ بزنه تو خدایا نه هیچ از وقت چیز نمیمانه برن گریزی خدا قایم بگیرن کاش که مردشان نگریخت دختر جوان نام دارشان گریخته تو زیاد چی میکنی گپ میزنی از مردم که تو زیاد چی میکنی فهمیدی؟ نکو مادر خیره صدقه شام نکو از خاطر من نکو خب من خو خیرم از خاطر بچه از من که زیاد دوست داری از خاطر از اون نکو دیگه خانه خالش رفته بود خانه خالش یک روز دو روز چند روز تو رفته بود جان آچه چند روز کنم جابدم قبل خونم دکتر تداوی مکرد تاکو بالا کو دوا داد دیگه غذا داد مگم دختر اون بر دختر زنگ بزن که بیاید که ببین مشال ما از خاطر از او آمدیم نگویا که ما را دست کم گرفت نامزادم خدای خسرانم یک یاد بود من نکرد گفت نیست رفته خانه خالش نمون دختر خالش نمون که بیاید خانه نگاهش کردن بازو نگاهش کردن باش کرد چه قسم نمیفهم والا مادر مزه خاطر شلا بودم که نمی دکتر بگیریم به خاطر از اینکه فهمیده دیگه او همینطور نمیفهم دیگه همون دیگه بیم خوش کرده خودش بهتر بید نمیفهمید ما هم دیگه بدل خودش موندیم گمش کن اما فیس دکترم بالاست یک قیس که ایران بانی میگه اصلا نیست مستم زمینه میگه من ندار باش که من مشینه میکنم نه مادر خیره بازم از نگاه تحصیل خوب بود یک ذره خب میفهمید که اونجا خسران مامد میخست میامد ناجور اما که نزاکت هم میفهمید مام ناجوری یک آنوز ناجور میشدم دیگه میشدم یا سلیمه میگرفت خیر تدایی خواهمیت چی کردی تو کردی دل تو مانده بود بیوی جان ملکم اون ملکه رو بستری کرده چی کردین راستی دختره ناردین ملکه ناردین مایناتش تکمیل شد مایناتش گرفتیم تکمیل کردیم دیگه در شفاخانه وادش خراب بود هم گردایش هم نه وادش خراب بود از هم گرده از وقت می ناله شکایت دارم باز بسترش کردیم باز همونجا من کتش بودم من گفتم خیلی تو هم بخیر هستی و هم را مادرش هم خیس رفت من گفتم خورشید تنها مانده باز ما از خاطر که گفتیم خورشید تنهاست باز ما گفتیم که بیادر چطور کنیم باز همه از این بسیار شلگی کرد باز گفت که هر رقم که میشه شما برین جگر خونم بودا بسیار با تشویشم بود گفت حالا من هیچ مسئولیت ندارم در خانه دیگه چیز نیست گفت همینجا من پیشمه باشم بری شما خاطرتان جمع خیلی ببینم خوراکت خیلی ببینم بسیار دلسوز مهربان هستم امیر بیچاره زیاد دلسوز است حالا ملکه باز گفتیم که چیز ضرورت داشت شما حالا زنگ مشکلات است دیگه نمیشه که بیایم جنجال سرما بسیار خوب میشم راست خود درک میکنم خیر اگر ما خودتون نباشیم ما میتونم میکنم دوستم درک میکنم ولی مشکلات است چند وقت نامده بودم مشکلات گفتن نمیتونم ولی اگر خودتون درک کنم میتونستی مشکلات خانوادگی خود میفهمی یک روز میشه که نمیم اینجا خیر هر وقت پیدا کنم خودمون میایم امروز میره وقت پیدا کنم مریضه میتونم مشتکیدات نشده باشم چون دیگه چند وقت است نمیمی دیگه بیست مریضه میشه شده
دستگیران میتونیم کوشش میکنم دیگه باز مشکل یک نفر است بیچاره خیلی دکتر دارم میگم باید کمک کنه نگاه خوب کنم میفهمی که باید یک رشته خود زیادتر میفهمی از دیگر شکله و بازم خیلی دیگه مزرد میکنم بازم یکان وقت بجای من کار میکنی سلام خواستی شما تشکر شما داخل بریم نمیم خیلی مریضم شروع شده خیلی خود رو به کار فرست کنید درست است خدا بسکت خیلی اینمی قسمت الله همین قسمته پس تشویش است مادر جان دست که تشویش کنه اینمی قسمت شقایش میگیره نمیفهم بچه نمیفهم دیوانه شدم بخی دیوانه خدا نکنم مادر جان تو را چیز شوه تو نگو دار و ندارم تو هستی مادر جان بچیم دار ندارم هم شما هستین ما دیگه کی دارم در زندگی بالا خدا پایین اینمی شما هستین برم دیگه کی است بچیم دی دنیا یک طرح داریم بس چندان هم نداریم که برش تکیه کنیم یا همه گفته سر مدل بسوزانه به خدا ای بچیم و جز تا ندادن دیگه هیچ چیز یاد ندارم مادر جان نبودم تا ندادن تیاره چرا قسمت هیت نمیفهم بچیم آستین ما میگه دستم از سگ سیالی سیده بچیم از اول ما تو بود مادر یا از اول اینم تو بود بچه نیال وقت زیاد دوست داشتم اما حال دوستت ندارم نه بخی گم شو برو دوستت ندارم نه طرفدار ما 24 ساعت هستی 24 ساعت طرفدار نماسی من میگم توی این کار نکنی که و پس فهمیدی مواره وقت نمیته موقع نمیته بگوین که خدای ناخواسته در دامن دختر گل است بگوین مرا نایده که تو چیرشان کنم سان کنه واره مرا نمیشناسن من هستم شاپیره همون نسوارم کجاست؟ یه درکش نیست بخی کجا ماندی؟ دیگه من در نسوارتم کار ندارم نسوار رو پیدا که دنیا والا من سر تو شب روز میستم روز شب میسازم فهمیدی نمیفهمی؟ نسوار رو پیدا کن دوست نداری دوست خو خیر ایش نداشته باش همین گپ من خو اهمیت بده در گپم طرف دیر از ولی میکنی؟ نه من طرف اهمیت میگم که ور قدر زد بتم ور سرشانه خود بشانم سرشانه خود تو بگردانم نه ایش نه تو غرمانه در گور ببرن در گور غرمانه ببرن باز وقت بیرون برو دوایی نمیتونی گرفتیم دوای مدرسین کم فایده کنه آره فایده نست بزرگ خیلی خوب میشین دیگه دوایی نمیتونم تو هیچ وقت غذا نکنید نمیشه دوایی نمیتونم استفاده کنم بخاطر دوا خیلی تاثیر میگذاره دوایتون کلش گرفته بودین تمام شد گرفتم خلاص نشده فعلا یکمش مونده یه چند تخته دیگه مشکل میکنم اونا رو بگیریم چون وقتی که هر وقت میاییم باید دوستی دارن دوا اضافه شد بالای دوایتون بتونم فشارتون هم چک کنم شاید در بالا می باشد زیاد تشویش میکنه خارج من تو مریضیتون هم خوب نمیشه چند دفعه است که میاییم باز همون مریضی همون چیز تشویش خانه رو بند کنیم جز تشویش در خانه از دیگر خونی در خانه است یعنی فشارتون هم خوب است فعلا خوب یکی تشویش استرس کم کنیم در خانواده جنجال مشکل است یکی پایتون خوب نشده ایره وقتون بازم خیر دوا میتیم بخاطر پایتون ولی نمی تشویش میکنیم خودش یک مریضی است من از کلان نمی تشویش از زندگی ما شما تشویش کم کنیم خیر در خانواده جنجال مشکل نمیشه مهم ساعت خودتان است و اگه شما دوباره اولادایتون تشویش کنین اونا غلط دست شما باشه هیچ کس بدن رو کس نمیخوره کوشش کنین هیچ از اون تشویش اینا خود دود نگاه داشته باشین دیگه استرس بیارم کم کنین خوب میشه مریضیتان دیگه فعلا هم خیلی خوب شدین سابق خیلی چی رقم بودین خیلی مریض بودین سابق چند بار دیگه که بیایید 4 بار آمدیم میشه این بار یک چند بار دیگه که بیایید خوب میشه دیگه بخیر دیگه ما یک دوا اینو براتون بازم نوشته میکنم دوا اینا رو بگیرید باز میبینیم چی میشه دیگه تشکر ما کوشش نهایی خودم میکنیم خودتان کوشش کنیم
میده. اینو بالا اول کاملا خیلی مریض بودم آخر. دوا خوبشم کرده بازم کالام خودش اولاد داره است. دارو خاطر نمیداره که با خود رسیدگی کنه. والا میفهمم. مشکل متوجه سرش مشکلات اینا زیاد است. دیگه بازم ساعت خودتان معاینه را تا دیگه چیزا کنه. این دوا رو بگیریم. تشکر خوب میشه. نه خیر گفت نیست. یا خودم فکر دوا رو بگیریم. از اول اینم تو بود جان مادر که بیخ زاره متر خواندن. خدا میدونه که چقدر ظلم دقت کرده باشه مادر. ظلم خو گپ نزن بچیم. یامید نه وقتی بود گفتی یگان تا دختر خانه بود ما نوارسی شده بودم یا مست علاز جوان بود. اوه که نان میخورد کی جرات داشت که رو بگه که تو بگی ظرف جمع کن دسترخوان جمع کن. نه خدای بود کن تو ده خاندان انداخت که حدث درد و رنج اون عملی شد نسواری شد. اگر امید نسواری نبود بچه کل کار اون دخترش میکنه. ها سرما کت و ندید آن آخرم سرما می روز آورد. چندون اولادم تربیه نکده. نه بابا اولاد چی تربیه کنه بچه. به خاطر که مادر خوار ما دکتر هستک در یک جای رسیده هستک با زورش میته. بچه ما اونمو رقم که میگی دختر خودش خانه بی سواد بچه خودش زحمت کشیده 7 سال درس خونده خود دیگه به زحمت بازوی خود اینجا رسید. خود دیگه خیر دختر طرفداری نکن. تو از اینجا میبری وقت برای تو از اینجا میری. ما که مبریم وام مبرین ازت مبرین که باش همین برم که ما بریم از اینجا دیدم مختار بشه فکری نکن من بخیزم برم نسوار خدا پیدا کنم بخی گنگس از کلیم یک سر دو سر شده من نسوار من پیدا کنم که مثلا کجا موندیم نسوار من بیا فهمید رساب مرم شوه مثلا کجا موندی من ندارم به نسوار اگر نسوارم پیدا نشه موی در کلید نمیمونم میری باید گفته باشم فهمیدی نفهمیدی من کار ندارم به نسوار گفتم پیدا نشه موی در کلید نمیمونم هیچ کار ندارم. بسم الله بسم الله دیوانه کردی مرا. شد پیدا یا نه؟ بیا پیداش کن. همین نسوار بخورم من چه بیام. چی کنم باشه؟ پدر نداریم بیادر نداریم آفرینش کمی جام خدا رسانده مادر جان. بچه یعنی تشویقای تو بود مادر جان اگر نه ما کجا درس خواندن کجا. بچه امی خوارتم کمی اما تو کار نمیکرد دیگه بچه پاچای جان خود بودم پاچای جان خود خوارت تو شکستان دیمه که دیگه بیخی قسمت نصیبش کرد از اون موقع. خیر بینی دخترم خیر بینی دستکای تام شخ شد دیگه. خیر گپ نیست مادر جان صدقه چم. یکم ایلا داد سرده؟ بچه خوب شدی؟ یکم ایلا داد جان مادر. دوا بیارم برای؟ نه بچه دوای ما خوردم. از سردردی؟ خوردم سردردی خیر بچه ما بخیزم برم طرف یک دست شوی دست مست خدا باشیم خیر بینی بچه تا دستکای تا باشوی جان مادر. چیز کار نداری؟ نه بچه نه خیر بینی دستای تا باشوی مادر یک چند دقیقه سر تا باشوی. همه تر میکنم بچه همه تو میکنم جان مادر. از که تو بزرگ درقص میزنه هیچ وار نمیده دست پنجه خشک شبر خود دروازه را کپ میکنی بیام بس بیشتر تق تق زدم اینم فقط مردی در خانه هیچ کس نیست خانه. سلام علیکم خوب هستی مادر جان جان برو زود کو که دست آلی دستم تق میزنم آلیا کجاست ملکت کجاست برو من میگم که دختر در خانه ندیدم نه ما کمی رفتم دختر ندیدم خیپت مات شدم خانه هیچ پیش ما شما نه هیچ پتم نشده افتادم دست موگار شد کمر موگار شد چرا بریزم خلاص دختر نمیگیره بتل دیگه شب حالا من دیگه نگفتم مادر که بگویم تو کی نمیگیره مادر خبر نداری بچه نه لالا جان گپ میگم تا خو مقصد خود تا کنترل کو خو حالا چی گپ از او دختر صحیح میگی نمیگی او دختره که به تو گرفتن او میگه حالا که من نمیگیرم